امروز در پایتخت مملکت اجلاسیه 19 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم با رهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسیه معاونان، رهبری دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست وکیلان رفت اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه اوید به برنامه رشد گیادزی و خریطه‌سازی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و تامین اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را مورد بررسی قرار داده. در رابطه با این معاون یکم رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاونان یکم یکجا با رئیسان ناحیه‌ها و دیگر ساختارهای دخلدار سپارش دادند که جهت تطبیق با ثمر برنامه مذکور کارها را در سمت رشد خریطه‌سازی، بهترسازی اینفراساختار شهرداری از قبیل خطهای مهندسی آب و کورست و برق و گرمی تقویت بخشند. همچنین بهر تامین فعالیت پرمحصول، تربیت و جابجاگذاری درست کادرها، فراهم آوردن شرایط مناسب کاری و هرچی تیزتر گذشتن به نظام‌های رقمی دستورهای مشخص دادند. در ادامه اجلاسیه وکیلان رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و عملی شوی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تطبیق پوشانیدن خراجات برای استفاده رایگان از خدمت‌رسانی نقلیات را مورد محاکمه قرار داده. وابسته به مسئله مذکور گزارش معاون صاحبی رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه با معاون رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، ملکه کسبی کارمندان ساحه‌ها و رعایت انتظام فرهنگ شهرنشینی هنگام استفاده از نقلیات جمعیتی دستورها دادند. همزمان با این توجه مسئولین ساحه نقلیات شهر را بهر بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی‌ها به ساکنان و مهمانان پایتخت جلب نمودند، زیرا پایتخت آینه ملت و دولت میباشد. سپس جریان تطبیق برنامه سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای سالهای 2021-2025 و رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت محاکمه گردیده. وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی با معاون رئیس شهر دوشنبه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار دستور دادند که با مقصد تامین باصفت و اجرای سریع‌وقتی برنامه مذکور کارها را با شریکان رشد و تشکیلات‌های مالیوی بین المللی تقویت بخشیده توجه اساسی را برای هرچه بیشتر جلب مبلغ‌های گرانتی روانه نمایند. همزمان با این از مسئولین دعوت به عمل آوردند که با مقصد حل مشکلات ساکنان شهرک و محله ها همکاری را با صاحبکاران سخاوت پیشه وسعت بخشند. وکیلان در ادامه مسئله نامگذاری نمودن مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینا هاشم را بررسی نمودند. کمیسیون موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اوید به نامگذاری و نام عوض کنی محله ها، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها، باغ ها، پل ها و دیگر قسم های ترکیبی محله های اهالی نشین شهر دوشنبه پیشنهاد رئیس شهر دوشنبه را درباره نامگذاری نمودن مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت شهر دوشنبه به نام ادینا هاشم دستگیری نموده برای بررسی به اجلاسیه پیشنهاد کرد. وکیلان پیشنهاد مذکور را دستگیری نموده از روی این مسئله قرار دخلدار قبول نمودند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در فرجام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاونان، رئیسان ناحیه‌ها و تمام ساختارهای شهرداری برای آماده نمودن اینفراساختار پایتخت به دوره زمستانی سالهای 2024-2025 از قبیل آماده نمودن بنا و انشاءات‌ها برای قبول انرژی گرمی، در حالت کاری نگاه داشتن دیگخانه‌ها و زیرستگاه‌های برقی، به مقدار ضروری ذخیره نمودن روغن‌های مالیدنی، سوزشواری، موادهای ضد لغزش و در حالت خوب نگاه داشتن تکنیک‌های کمونالی دستورها دادند. همزمان از وکیلان دعوت به عمل آورده شد که با اهالی و ساکنان شهر دوشنبه بابت صرفه‌کارانه استفاده نمودن قوه برق کارهای فهماندهی را درست به راه مانند و به دیگر ساختارهای دخلدار دستور داده شد که جهت پیشگیری حالتهای غیرقانونی استفاده برق در دوره زمستانی سالهای 2024-2025 چاره‌جویی نمایند. با همین اجلاسیه 19 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم کار خود را انجام داد.